بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنكم بعون الله تعالى درس خضر دوام دهن از رسالة 70 مسألة مفيدة في الصيام، يعني 70 مسألة مهم عيد روزة للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي الصغير النجمي حفظه الله تعالى. أظن الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد علي الصغير النجمي، الله سبحانه وتعالى أمره محافظات كنا. مع تقديم وتعليق وتقديم وتعليقات الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. شيخ أحمد بن يحيى النجمي الله سبحانه وتعالى رحمت کند. درس امروزی ما بعون الله تعالی آغاز می‌یابد از مسئله دویم. ما در درس گذشته مسئله یکم را گذاشتیم. آنجا گفته بود که حکم روزه گرفتن در روزی شک و روز شک این روزی 30 شعبان می باشد، وقتی که مانع می شود ابر یا که غبار یا که دیگر تمام دیگر چیزهایی که مثال با وسیله آن ماه را دیده نمی شود. در همین حین 30 شعبان روزی شک می شود، از بس که ماه را دیده نمی شود، ماه نو را. حکم روزه گرفتن در روز شک چیست؟ گفتم که این را به کراهت و به تحریم نسبت داده می شود، ولی قول راجح شیخ می فرماید که به حقیقت نزدیکتر حرام است. برای حرام بودن در این روز روزه گرفتن چندی از احادیث را ذکر کرد و استثناء می شود از این کسی که عادتا روزه گرفته باشد و روزی عادتیش در همین روزی 30 شک راست آید، موافق آید، این یعنی که در تحریم داخل نمی شود. اکنون بارک الله فیکم شیخ صاحب رساله می فرماید که المسألة الثانية، مسئله دویم، اذا رؤي هلال رمضان في بلد هل يلزم جميع البلدان الإسلامية ام لكل بلد رؤيتهم؟ یعنی وقتی که ماه رمضان را در یک کشور بینند، آیا این لازم می شود روزه گرفتن به جمیع کشورهای اسلامی یا که برای هر یک شهر و هر یک کشور دیدن خودشان اعتبار دارد؟ آید این سوال چنین جواب می نویسد که ذهب جمهور العلماء إلى أن الرؤية في أي بلد من بلدان المسلمين ملزمة لجميع البلاد بالصوم. يعني جمهور علماء تصدیق میکنن که به قرار آمدن که به قرار هستند که دیدن در یک کشور از کشورهای مسلمان این لازم میگرداند برای همه کشورها روزه گرفتن را. یعنی اگر در یک کشور مسلمان ها ماه رمضان بینند، لازم است به باقی کشورها چطور کردن؟ روزه گرفتن، یعنی دیدن همون کشور اعتبار دارد. و ذهب بعض اهل العلم الى ان لكل بلد رؤيته، و بعض اهل علم به چنین قرار آمدن که برای هر یک کشور دیدن خودشان اعتبار دارد. فهمیده؟ برای هر یک کشور دیدن خودشان اعتبار دارد. ولا یلزمهم رؤیت غیرهم، یعنی دیدن دیگر کشور و یها را لازم نمیگرداند به چی؟ روزه گرفتن. و هو قول للشافعیه والحنابلة، این یک قول شافعی ها می باشد و قول حنبلی ها می باشد. و ذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و قول للشافعية والحنابلة
و شیخ الاسلام ابن تیمیه بچنین قرار است و قول از آن شافعی ها و حنبلی ها انه چی گفتن اینها گفتن که انه ان كانت البلاد قريبة فإن رؤية أهل بلد الهلال ملزمة لباقي البلاد القريبة بالصوم. یعنی اینها گفتن که اگر همون کشوری که مثال گیریم اگر یعنی که کشورها بین یکدیگر نزدیک باشند البته دیدن یک کشور ماه را لازم میگرداند برای باقی کشورهای نزدیک روزه گرفتن را، یعنی به شرط بین یکدیگر نزدیک باشند. همون وقت یعنی که لازم بشه دیدن یک کشور لازم میگرداند بر روزه گرفتن دیگر باقی کشورها و شهرها. و این کانت بعیدتاً اگر مبادا بین یکدیگر کشورها دوری بعد باشند فلا یجب الصوم علیهم واجب نیست روزه گرفتن بر ویها. و قیده شیخ الاسلام ابن تیمیه ببلوغ الخبر و این را شیخ الاسلام ابن تیمیه قید کرده است که چی خیلی دانسته میشن نزدیک بودنی ماه در آمدنش را، یعنی کشورها ماه در آمدنش از کجا میفهمند و میگویند که نزدیک باشند، یعنی قید میکند که به رسیدنی خبر، یعنی خبر مادامی که رسیده باشد که ماه را دیدن لازم میشود. اگر مبادا خبر نرسیده ماند معلوم میشد که اینها بین دیگرشون چی بودن؟ دور بودن. قال شيخنا احمد بن يحيى رحمه الله. اکنون در این مسئله شیخ ما احمد بن نجمی الله رحمتش کند صاحب تعلیق و تصویب این کتاب فرموده است که الذي يظهر لي في هذه المسألة آن چیزی که برای من آید این مسئله معلوم و روشن می شود و فی هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزید علیه، در این زمانه واقعا در این زمانه همه چیز انیق شده است، روشن شده است، چنان روشن شده است که یگون حاجت به علاوه کردن نیست. ان البلدان مختلفه باختلاف مطالعها. امروز همه میداند که کشورها از یکدیگر فرق میکنند به سبب اختلاف برآمدن آفتاب، یعنی که در همه جا آفتاب و ماه مختلف میبراید. و علی هذا و بنابراین فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من جهة مغربها من باب أولى. از این لحاظ اگر مبادا ماه را بینن در مشرق زمین به کسانی که بعدی مشرق هستند از جهت مغرب، فهمیدید؟ از باب اولا یعنی که لازم بشود برای ویها گرفتن، یعنی به مردمی که در طرف مغربی زمین هستند به سبب یعنی که مردمی که دیدن ماه را در مشرق زمین به سبب دیدن ویها به اینها چی می شود؟ لازم می شود. فمثلا برای این مثال می آورد فمثلا لو رؤی الهلال فی پاکستان لزم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باکستان. مثلا اگر میگون ماه نو را، ماه رمضان ماهش مثلا در پاکستان بینن لازم میشود به شخصانی که بعد از این دولت میباشند. دیگر مثلا دولت هایی که وقتی فرو رفتن آفتاب در این کشورها بعدی پاکستان می باشد، یعنی اول پاکستان فرو می شود آفتابش، بعد آفتاب اینها و همچنین ماهتاب. خب تلزمهم جمیعا به همشان لازم می شود، لأنه اذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستاني مثلا لازم ان تتقدم عليه اكثر فيما هو بعدها في التوقيت. چون که اگر ماه یعنی اگر آفتاب در پاکستان یعنی که از ماه پیش می آمدگی باشد، برای مثال لازم می شود که بر ماه دیگر چیز هم یعنی که برای دیگر چیز در وقت هم باید پیش آید.
نعم. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها. همچنین اگر دیدن با وجود آید در سعودیه، یعنی اگر در مملکت عربستان سعودی از روی مثال ماهتاب را بینن، لازم می شود روزه گرفتن به کسانی که بعد سعودیه چی واقع دارند، واقع می شود. ولا یلزم علی من قبل، و لازم نمی شود به کسانی که قبل از سعودیه می باشند. و مثلا اذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا لازم السودان و مصر. مثلا اگر ثابت شده باشد رؤیت، یعنی ماه دیدن ثابت شده باشد در سعودیه، خیلی که قبلا گفتیم لازم می شود با مردم سودان و مصر روزه گرفتن. و من بعد و کسانی که بعد اینها واقع می شود من دولی افریقیا، از دولت‌های افریقا و اروپا التي یأتی مغیب الشمس، کسانی که یا که مردمی که فرو رفتن آفتاب در این کشورها بعدی سعودیه می باشد. ولا یلزم من قبلها، کسانی که قبل از آن می باشند با اونها لازم نمی شود که پاکستانی و افغانستان مانند پاکستان و افغانستان و العراق و عراق و ما اشبه ذلك، و کسانی که با اینها مشابهت دارند. لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب، زیرا که حالا دانسته شده است اون چرا که اون چی هست بعد هر یک کشور کدام کشور می آید، یعنی که بعد از وی از جهت مغرب، از جهت مغرب کدام کشور می آید. فإن الغروب فيها متأخر، البته کسانی که پس از این کشور واقع دارند و یعنی که غروب شمسشون دیر می آید بعدی کشوری که قبل از وی می باشد از جهت مشرق. نعم. و هذا امر اصبح معروفا ولا يتمارى فيه اثنان. این کار یعنی که امروز عمیق شدگی است، آیدی این مسئله حتی دو نفر میان یا دیگر بحث هم نخواهد کرد به خاطر کار یا که این مسئله عمیق و روشن بودن. لأنه اصبح من المحسوس، چون که این همچون حسی شدگی است. و هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، سخنی کشاد و روشن آیدی این مسئله همین طور می باشد. المسألة الثالثة، اکنون مسئله سیوم از چه عبارت می باشد؟ گفته شده صاحبی رساله: اذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان ولم يعلم به إلا بعد لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر فما الحكم؟ یعنی اگر یعنی اعلان آیدی در آمدن ماه رمضان تأخیر شده باشد، یعنی ماه رمضان در آمده است و ما دیر فهمیده باشیم و اینا دانستن بعد از یعنی صبح دمیدن، بعد از آفتاب برآمدن گویم یا که مثال بعد از صبح دمیدن، فما الحکم؟ حکم چیست میگود آیین این مسئله؟ صاحب رساله در جواب چنین میفرماد که الحكم في هذا أنه يجب عليك الإمساك عن جميع المفطرات بدخول شهر رمضان. آیدی مسئله یعنی کسی رمضان در آمده است و این دیر فهمیده است، در وقتی بامداد فهمیده است گویم، قبل از بامداد نیو، پیش از بامداد نیو، بعد از بامداد یا که نصف روزی شنیده است. خب واجب است بر تو اگر در سر تو همین واقع شده باشد، اگر واجب است بر تو الامساک عن جمیع المفطرات، از جمیع چیزهایی که روزه را میشکند خودداری کردن به تو واجب است. بدخول شهر رمضان، این به سبب داخل شدن ماه رمضان، مادامی که فهمیدی که ماه رمضان داخل شده است به تو لازم است چیکار کردن؟ خودداری کردن از هر چیزهایی که مفطرات میباشند. لأن المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع لا يجوز له ان يتناول مفطرا في نهار رمضان، زیرا شخص مسلمانی با بلاغت رسیده و عاقل، عقلش در جاش، توانا، قدرت، توانایی داشته باشد و از تمامی مانعها خالی باشد، یک عذر شرعی نداشته باشد، جایز نیست برایش تناول کردن همچون روزش را خوردن در روزی رمضان. الا ان صوم هذا اليوم لا يجزي عن صوم يوم اول یوم من رمضان. ولی این را دانستن حتمی است که
این روزی که گرفته است، این روزی که گرفته است یکم روزی رمضان را عوض کردن نمیتواند. سبب چیست؟ لأنك لم تبيت النیت من اللیل، زیرا که تو از سر شب نیت نکردی. به خاطر از سر شب نیت نکردن بگذار که هیچ رم خوردگی نباشی، یعنی که روزه و روزی یکم را عوض نمی کند. وقد قال صلی الله علیه و آله و سلم من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، یعنی کسی از سر شب روزه را نیت نکرده باشد قبل الفجر، یعنی که پیش از بامداد، فلا صیام له، برایش روزه نیست. رواه مالک و احمد و الاربعه و غیرهم. این حدیث را امام مالک و احمد و چهار، یعنی که صاحبای سنن و دیگرها روایت کردند، یعنی که احمد و ابو داود و ترمذی، نسائی، دارقطنی و شیخ البانی این را حدیثی صحیح گفته است. و صححه الدارقطنی و الخطابی، دارقطنی و خطابی این را حدیث گفته است، و بیهقی و النووی. و حسنه السیوطی، امام السیوطی این را حدیث حسن گفته است. و قال ابن کثیر گفته است که اسناده حسن جید، اسنادش خوب است. و علیک ان تقضی یوما مکانه، به تو لازم می شود که یک روز بجای این روزه را قضاگیشه داشتن. و هو قول عامه الفقهاء، این سخنی عمومی بیشتری فقیه ها می باشد. ذکره ابن عبدالبر و ابن قدامه، این را ذکر کرده است ابن عبدالبر و ابن قدامه نیز گفته است. نعم، این بود مسئله سیوم. المسألة الرابعة، مسألة چهارم، شخص بدأ الصوم في بلد ثم أكمله في بلد آخر، یعنی یک شخص روزه گرفتن را در یک کشور سر کرد، بعد از آن را مکمل کرد، یعنی به اتمام رسانید در دیگر کشور، یعنی در یک کشور روزه گرفت و در دیگر کشور روزش کامل شد. و كانت البلد التي بدأ فيها متقدمة في الصوم على البلد التي أكمل فيها الصوم. و همون کشوری که در همون کشور این کس در همون کشور، یعنی که روزه گرفتن سر کرد، یک روز پیش گرفتگی بود روزه را، نظر به اون کشوری که اکنون آمده در اینجا روزش پره میکند. فکیف یصنع، اکنون چیکار میکنه؟ یعنی این کشور آمده است که روزی این تمام شده، لیکن مردم اینجا حال روزه دار هستند. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وإذ مثلا شيخ أحمد بن النجمي يكي يحيى النجمي مفرمات يجب أن يرتبط بالبلد الذي يقدم إليه، باید که مثال گیریم رابطه داشته باشد به همون کشوری که به اونجا می آید، سواء كان ذلك في تأخر الغروب أو في تأخر الهلال. فرق نداره خواه این مثال گیریم در چی باشد، دیر افت فرو رفتن یا که دیر کردن هلال. الا انه اذا بدأ الصوم في بلد، مگر اگر یعنی که روزه را در یک کشور آغاز کرده باشد که دخل فی الصیام، در همون جا یعنی که قبل البلد الذي قدم الیه، یعنی علکی روزه گرفته است پیش از اون که به کشور می آید. و صام اهل البلد الذي قدم الیه 30 یوما، و می بیند که اهل کشوری که به آنجا آمده است 30 روز شده است روزی اینها. فانه یجب علیه ان یفطر اذا بلغ صومه بالنسبه للبلد التي بدأ بالصوم فيها اكثر من 30 یوما. خب با او واجب است چیکار کردن؟ افطار کردن وقتی که روزی او هم با همراهی روزی، یعنی مردم این کشور به عددی 30 رسیده باشد. فهمیده؟ ببیند که این روز یعنی 30 شده است با مردم همینجا برابر. نه فیها، اگر بیند که نسبت به همون کشوری که آغاز کرد روز را فیها اکثر من 30 یوما، اگر بسیار از 30 روز شده، یعنی 31 روز میشه برای این اگر روزه گیرد، به نسبت البلد التي قدم الیها، نسبت به این کشوری که آمده است. و ینبغی ان یفطر سرا، باید که در اعلان نکرده، در بین مردم آشکار نکرده، پوشیده افطار کند. و بالله التوفیق، و توفیق از جانب الله است. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.